دوستان عزیز سلام. امروز اومدیم این ویدیو رو براتون بگیرم. راجع به گلد هست، راجع به طلا هست که ببینیم بازار به چه صورتیه و این حرکات هایی که الان دارید میبینید انتظار داشته باشیم که بازار بره بالا بیاد پایین. اولا اینکه اگر توجه کرده باشید اینجا ما یه سقفی که داریم 5600 تقریبا. نگاه کنید اینجا رو، تقریبا میشه گفت 5600 دیگه. بعد اینجا هم یک مقاومت خیلی شدید داریم 4300 حدودا. حالا دقیق بگیم 4300 و مثلا 600 یا 700. خب این بازار رو که الان شما دارید میبینید ما روی تایم فریم یک روزه هستیم. اگر سوینگ ترید میکنید، ترید هایی که یعنی هولد میکنید و نگه میدارید، حتما تایم فریم یک ساعته اینجا که میبینید یک ساعت زده استفاده کنید و تایم فریم های پایین تر رو فقط برای نقطه زنی و زمانی که میخواید واقعا وارد پوزیشن بشید دیگه برید رو اون ببینید. حالا RSI نصب میکنید یا اندیکاتورهای دیگه مکتی فلان رو اون میتونید چیز کنید. ولی شما چشم اندازی که دارید و همونطوری که بانک هم اینجوری دارن ترید میکنن که همین الان من خدمتتون عرض میکنم، شما اولا این که روی در واقع گلد به هیچ عنوان شما سعی کنید سل نزنید. خیلی خطرناکه سل زدن روی گلد، به خاطر اینکه ببینید شما ممکنه حالا یک بار دو بار سلتون به تیپی خورده باشه، ولی اینکه در دراز مدت بتونید اینو ببرید جلو خیلی سخته. البته یه چیزی هم خدمتتون بگم دوستان، این رو فارکس من بحثی که داریم میکنیم بحث فارکس نیست، این بحث در واقع گلد هست. یعنی شما اگه بخواید تو استاکس مارکت گلد رو بخواید بیارید نمیتونید XAUSD ترید بزنید. XAUSD یک نماد جفت ارزیه، فقط رو فارکس هست که به صورت 24 ساعته داره ترید میشه و ماندی تو فرایدی. ولی شما که اگه مثلا استاکس مارکت بخواید کار بکنید، بخواید گلد خرید بکنید نگه دارید، هیچ چاره دیگه ندارید من اینکه مثلا بیا اینجا. حالا من اگه بیام سرچ کنم مثلا بگم GLD، ببینید اینو میاره. این GLD دقیقاً با یک صندوق ETF، یک صندوقیه که خب طلای فیزیکی برات نگهداری میشه. به محض اینکه شما میخرید یعنی صاحب یک طلای فیزیکی هستید. البته برای اون دوستانی که توی بروکرهای معتبر آمریکا و کانادا و اروپا، ببینید شما هیچ وقت روی این سعی کنید سل نزنید. خیلی موقعیت های سل هم هست، نه اینکه نباشه، خیلی زیاده. ولی شما اگر توی نیویورک زندگی میکنید، توی یعنی آمریکا توی کانادا زندگی میکنید، بچه‌ها ساعت 9:30 به وقت استرن تایم 9:30 صبح مارکت باز میشه. شما نمیتونی کنترل بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما اگه سل بگیرید احتیاج دارید روی مثلا یک، حالا کریپتو ترید میکنی یا چیزی که 24 ساعت در دست هست، سریع میای این پوزیشن رو میبندی. متاسفانه روی تایمی که شما 9:30 صبح به وقت استرن تایم یعنی همون نیویورک و کانادا شما ترید میزنید ساعت 9 اینجا نگاه کنید بچه‌ها، دقیقاً شکلش یکیه با گلد. حالا اونو دیدیم و ترید میزدید، شما این ترید رو نمیتونید منیج بکنید. چرا نمیتونی؟ الان بهتون میگم. ببینید شما فرض کنید اینجا یه پوزیشن گرفتید، خب دقیقا همینجا فرض کنید شما یک پوزیشن گرفتید. مثلا ما اگه بریم این پوزیشن شورت بگیریم از اینجا، خب فرض کنید شما یه پوزیشن گرفتی از اینجا و ساعت مثلا 9:30 به وقت نیویورک و وقت کاناداست. ببینید نمیذارن، یعنی اصلا به محض اینکه
1 ساعت میمونه به سیشن نیویورک، سیشن لندن کلا میاد بازار رو به هم میریزه که شما نتونید درست حسابی ترید بکنید. یعنی تو اونایی که رو سیشن، یعنی وقتی که مارکت باز میشه توی سیشن نیویورک، اصلا یا قیمت اوورباتش کردن یا اوور سولده، میدونید، اصلا نمیذارن رو اون نقطه‌ای که باشه. حالا برید نگاه کنید، سیشن ها رو نصب کنید اینجا تو این اندیکاتور ها. اگه برید سیشن رو بزنید، سیشن رو اگه الان این یکی از همه بیشتر چیز شده، مثلا اگه بتونیم پیدا کنیم سیشن رو. خب بچه ما روی تایم فریم، اجازه بدید تایم فریم بندازیم 1 ساعته. این سیشن رو نگاه کنید. حالا برمیگردیم، الان لانگ هم اگر رفت اشکال نداره. خب اینجا من این تریدینگ ویو هم واقعا داستان خودشو داره و نمیدونم که چرا این اصلا خب این اگه بریم روی این سیشن رو بزنم من، بچه های نیویورک هم که اینجا زده، لندن هم فعال، این هم فعاله. خب حالا نمیدونم چرا اون سیشن های دیگه نمیاره. قبلا خب بهتر بود کار میکرد. سیشن من اصلا میام یه اندیکاتور دیگه رو نصب میکنم ببینم که کدومش بود. بکنم این بهتره بچه ها. خب از این استفاده میکردیم قبلا، نمیدونم که چرا الان دوستان چیز نمیکنه. خب الان ما سیشن های دیگر نشون نمیده، فقط لندن اینجا نشون میده، سیشن های دیگر نشون نمیده متاسفم، ولی خب اشکال نداره. من دارم اینجا براتون چیز میکنم. بریم روی مثلا 15 دقیقه. ببینید بچه ها اینجا سیشن لندن وقتی که، البته این روی GLD، من برم روی XAUSD دقیقا این اومد. منم دنبال همین چیزی میگشتم، گفتم الان چرا این سیشن های دیگه نیست. خب اون یکی روی GLD بود بچه. الان اینجا نگاه کنید تا من بهتون بگم چرا شما باید حواستون باشه که تو چنگال مارکت قرار نگیرید. ببینید سیشن لندنه. خب الان این ساعت چنده؟ این پایین رو نگاه کنید. وقتی که میاد ساعت زده ساعت 13. البته این تایمش رو ست کنید بچه ها، تایم زونش رو ست کنید روی نیویورک مثلا. خب الان اینجا ساعت چند شد؟ ساعت 9. این پایین رو نگاه کنید بچه ها، میان پایین که ببینید این شد ساعت 9. خب هرچند ساعت 9:30 باز میشه مارکت. 9 هم میتونید ترید بکنید ولی به صورت هولدینگه که اصلا پیشنهاد نمی کنم، ولی 9:30 بازار باز میشه، میتونید تو استاکس مارکت ترید کنید. ببینید الان شما اگه بیای اینا رو نگاه کنید، الان نگاه کنید ببینید چیکار میکنن با این مارکت. ببین الان اینجا نگاه کن، قبل از اینکه این اصلا بیاد رو نیویورک این چی شده؟ این نگاه کن، کندل رو نگاه کن. یعنی اصلا قبل این قیمت اینجا بوده. خب قبل از اینکه این اصلا بیاد روی این کندل، میان یک سل خیلی قوی یا یک بای خیلی قوی میزنن، اصلا مارکت رو میخوان اصلا به هم بریزن قبل از اینکه برسه به سیشن نیویورک که اونایی که روی استاک نیویورک هستن نتونن درست حسابی تحلیل بکنن. متوجهید؟
من دیگه خودم اونقدر اینو چیز کردم، لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه دیگه. الان نگاه کنم بریم روی اون پوزیشن دیگه. یک چرا نگاه کنید، من اینجا هم نشونتون بدم خیلی زیاد هست، مگه اینکه دیگه یه تعطیلی چیزی اون وسط باشه دیگه زیاد قول معروف اینو انگولک نکنه. نگاه کنید این الان این پوزیشن رو نگاه کنید، این قبل از این که برسه، الان اینجا چرا اینجوری نیست مثلا، این قبل از این که اصلا برسه به سیشن نیویورک نگاه کنید چیکار میکنن. این 15 دقیقه است بچه‌ها، 1000 ساعت نیست. تایم فریم 15 دقیقه است. ببینید دو تا 15 دقیقه قبل میمونه، نیم ساعت مثلا میمونه. اصلا ببین اینجا 4 خورده بوده، آوردنش کجا آوردنش 4500 یعنی حدود، اجازه بده من اینجا حدود 4000 تا، آره دیگه حدود تقریبا 30 پیپ میشه دیگه نه بچه ها. الان این 50 اینم تقریبا هولوش همون 30 پیپی میشه. اینو جا به جا کردن. خب و بعضی وقتا هم خیلی بیشتره، بعضی وقتا الان این اصلا مارکت رنج بوده ولی بعضی وقتا خیلی اصلا قشنگ به همش میزنن که برسه به این نیویورک نتونن درست حسابی اون چیزی که هست رو بخوان پردیکشن کنن یا چیز کنن. پس چی شد؟ بریم دور نشیم از قضیه. ما گفتیم چی؟ گفتیم آقا شما روی XAUSD اگه روی stocks مارکت داری ترید میزنی، مثلا روی GLD، نباید هیچ وقت سل بزنی، چون ببین به خاطر این دلیلایی که الان بهتون گفتم میتونید، حالا خیلی از دوستانم مثلا میبینید که در واقع چیز میکنن، سود میکنن، نمیگم که نیست سود توش، ولی ریسکه. یه دفعه میبینی وقتی که رفت بالا دیگه رفت بالا. الان فرض کنید مثلا شما اینجا بودید، الان اینجا مثلا یه سل اینجا زدی، خب این دیگه 1000 میلیون پیپ اومد بالا، تمام شد دیگه. شما دیگه استاکس مارکت مثلا اگه GLD داشته باشید دیگه درسته چیزی به اسم کال مارجین وجود نداره، ولی اینجا شما مثلا سل زدی. خب معمولا توی استاکس مارکت نمیان استاپ لاس و چیزی مثل استاپ لاس و تیک پروفیت اصلا مرسوم نیست بچه ها. حتی شما اصلا مثلا روی بانک ها برید مستقیم ترید بکنید، مثلا روی TD بانک برید، روی نمیدونم CIBC برید، روی نمیدونم بانک های دیگه آمریکا برید ترید بکنید مستقیم، اونجا میتونید روی اکانتتون اونجا ترید بکنید. ببینید اصلا چیزی به اسم استاپ لاس ندارن، تیک پروفیت استاپ لاس. برید اصلا سرچ بکنید. ولی شما چجوری میان کار میکنن؟ مثلا شما، من حرف بانکار میزنم، حرف بروکر نمیزنم. بروکر قضیهش جداست. بروکر میاد از یه فرمول استفاده میکنه، یوزر اینترفیسش رو اوکی میکنه که شما راحت‌تر بتونید استاپ کنید. مثلا شما الان اینجا اگه یک سل بگیرید تمام شده یه مارکت. الان شما اینجا دیگه حداقل 70-80% سرمایه رفت، فقط یعنی $100,000 شده $20,000. به خاطر همین بهتون میگیم وقتی که روی گولد دارید ترید میکنید بهش عموما سیل نزن و نگهش دار. به خاطر اینکه وقتی که مثلا الان اینجا فرض کن شما بای زدی، خب اومده پایین به جهنم. به خاطر چی؟ چون اصلا الان نره بالا 10 سال دیگه هم بره، برای شما مطمئنی که میره بالا. این قطعا میره بالا، اصلا این شک نکنید که، چون الان رو نمیگم همین الان، ولی در هر صورت این بالا شاید 1 سال دیگه 2 سال دیگه هرچی هست میره بالا. و وقتی هم که بره بالا این 2 سالی که اینجا خوابیده رو جبران میکنه. دقیقا مثل این نگاه کنید الان این چقدر اینجا در رنج زده مثلا. خب وقتی که بکشه بالا تمام این جایی که وقت تلفی کرده رو جبران میکنه. یعنی شما اینجا پولت، پس نگو آقا من پولم خوابیده اینجا مثلا این رنج بوده چرا پولم بخوابه، پس چیکار میخوای بکنی؟ پول که چجوری میخوای پول در بیاری؟ همینه دیگه، سرمایه‌گذاری همینه. ولی وقتی این حرکت بکنه رو بالا مطمئن باشید که اون قدری هستش که حداقل 40-50% سود تضمین بکنه و بتونی بکشی بیرون پولتو یا ببری جابجا بکنی. ببینید الان اینو تحلیل بکنیم، خیلی مهمه. الان این داره اینجا به یک نقطه باریک، همون فلگ، همون پرچم مثلا بهش میگن پرچم میرسه. این خیلی حساس اینجا. این یا میاد، ببینید این مقاومت زیاد قوی نیست، ولی این یکی این بر خیلی قویه. این خیلی قویه، این که میبینید اینجا
الان بگیم اینم بشکنه بیاد پایین، روی این مطمئن باشید کلیک میکنه. یعنی اینجا اگه ببینید 3300 خورده، اینا دیگه فکر نکنم، من شخصا فکر نکنم که بیاد پایین. چرا؟ الان بهتون میگم. ببینید وقتی که شما میرید توی هر بازاری رو دارید تحلیل میکنید، مخصوصا گلد، وقتی که گلد از اینجا داره میکشه میاد اینجا و 1000 پیپ اینجا جا به جا میشه در عرض نمیدونم 3-4 ماه هم نیست. نگاه کنید حرفایی که میزنیم اینجا خودش سند نشونه. سپتامبر، اکتبر، نوامبر تا همینجا زیاد نیست، 4-5 ماه بیشتر نیست. این وقتی که اینا میره بالا، شما فکر میکنید وقتی که میری توی بازار قیمت ها همونه؟ یه سیب، من یه مثال بزنم توی تورنتو براتون، 4 تا 5 تا سیب رو میدادن توی یک جعبه بود بسته بندی شده، $5. از زمانی که این گلد اینجوری شده الان $10. توجهید؟ و این قیمت ها فقط سیب نیست، این مثال دادم براتون. مثلا تخم مرغی که شما اگه اینجا توی مثلا یک جعبه 12 تایی $4 میخریده، 4 خورده ای، الان شده 8 خورده ای. یعنی هولوش 80% تورم رفته بالا. اینه که میگن مثلا توی وبسایت های دیگه و آقا تورم 3% رفته، اینا همش این چرت و پرتا رو ول کنید. مستقیم شما برید تو بازار رو نگاه کنید، بازار رو لمس کنید، ببینید چجوری رفته بالا. و جالبی هم اینجاست که قیمت ها وقتی که رفته بالا، اصلا دستمزدا و اونایی که کارمندن، اونایی که دستمزد چیز میکنن، دستمزدیان، حقوقیان، شما بگو 1 ریال رفته بالا؟ نرفته اصلا. یعنی حتی شاید کمتر هم شده، 100% به بالا نرفته. و روز به روز هم خب مردم دارن فقیرتر میشن که هیچ. من دارم حرف تورنتو رو میزنم بچه ها، من جای دیگر نمیدونم. شاید آمریکا اینجوری نباشه، اصلا تورم نداشته باشه، ولی قطعا این خود این وقتی که میره بالا یعنی چی؟ یعنی داره دلار آمریکا میاد پایین دیگه. ببینید XAU گلد USD دلار آمریکاست، این اگه بره بالا یعنی چی؟ یعنی این ور که USD ارزشش میاد پایین و برعکس اینو که بیاد این پایین یعنی گلد داره میاد پایین و ارزش دلار داره میره بالا دیگه. خب یعنی تورم دیگه. پس فرقی نمیکنه، اونجا هم همینطوری بوده، یعنی تورم اونجا هم بوده و تورم رو اینجوری برید ببینید، نه اینکه مثلا یک جای مؤسسه میاد تورم اعلام میکنه امسال مثلا توی فلان کشور 2% حرفا چیه؟ 2% 3% کلا خنده داره. میگم شما برید بازار نگاه کنید متوجه میشید 2% 3% کلا من نمیدونم روش حساب کردن کلا. خب الان من کاری به این چیزا ندارم، دارم اینا رو بهتون توضیح میدم که چجوری بخواید گلد رو نگه دارید و چیزی. اولا روی گلد هیچ وقت اونجوری که بهتون گفتم توضیح دادم سل نزنید و همیشه رو تایم فریم 1 دقیقه و بالاتر یا ویکلی، هفتگی نگاه کنید رنج هفتگی یا یک روزه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما همون بازی‌های سیشن لندن و نیویورک رو که بهتون گفتم، اگه شما بیایید پوزیشن به پوزیشن مثلا روی تایم فریم کوچیک بگیرید، گیر میکنید. تایم بسته میشه، ساعت بسته میشه، مثلا ساعت 9:30 تا ساعت 4. بعد شما پوزیشنتون هنوز معلوم نیست، یه ذره اومده منفی یا یه ذره رفته بالا، بعد تا صبح شما دسترسی ندارید که پوزیشن رو ببندید و گیر میکنه در صورتی که بازار uncentralized یعنی غیر متمرکز داره جابجا میشه و شما دسترسی نداره که ببندی پوزیشنتون. توجه شدید چی شد؟ یک بار دیگه، شما وقتی که روی GLD گفتیم که وقتی استاکس مارکت میزنید XAUSD نداره بچه، XAUSD uncentralized یعنی روی فارکسه، یعنی وجود نداره. شما روش ترید میزنی ولی چیزی فیزیکی وجود نداره، طلای فیزیکی نیست، فقط قیمته و شما داری روش پردیکشن میکنی یا داری مثلا پیشگویی میکنی که این میره بالا، ولی طلای واقعی مثلا میخوای بخری GLDه. چیزی به اسم GLD داریم و خیلی زیاده.
شما اگه سرچ بکنید توی گوگل براتون میاره. و این به محض اینکه شما مثلا اینجا بای میزنی یا سل میزنی، این کمپانی که اینو نگه می‌داره میره برای شما همونقدر طلا رو به صورت فیزیکی، یعنی شما اونقدر طلا دارید فیزیکی. ولی خب خرابیش چیه، بدیش چیه؟ اینه که گفتیم که تایم داره و از ساعت 9:30 یعنی 9 هم میتونی ترید بزنی، ولی میره روی هولدینگ. یعنی اگه شما ساعت 9 مثلا ترید بزنید، خب اگه کسی شما خریدار باشی، یه فروشنده باشه اونم ساعت 9 ترید بزنه، شما میتونید جابجا میکنه پوزیشن‌ها، چیزاتون رو جابجا میکنه. ولی در اصل هیچ کسی این کار نمیکنه، خیلی ریسکش زیاده. و بنابراین ساعت 9:30 به وقت الان استرن تایم، شما تا ساعت 4 چقدر تایم دارید؟ تایم زیادی نیست دیگه. به هر حال کلا شاید 6 ساعت هم نیست، یعنی قطعا 6 ساعت هم اولوش، حالا بگیم اصلا بگیم 6 ساعت. و تو این 6 ساعت ممکنه اون پوزیشنی که شما دارید، اون انتظاری که دارید و نتونه و این دسترسی ندارید ببندید دیگه. یعنی میفته برای فردا، شما شب میخوایم فردا، بعد از اون ور یکی یه چیزی، یک سیاستمدار چیزی، یه خبری چیزی میاد، بعد این یا جامپ میکنه بالا یا میاد پایین و اون پوزیشنی که شما باز کردی رو نمیتونی منیج کنی، مثلا بیای ببندی. به خاطر همین میگیم سیل نزنید اصلا و شما همیشه باید بای بزنید. و پوزیشن هایی هم که میگیرید همیشه ویکلی رو انتخاب بکنید اول، بعد بیاید دیلی رو نگاه چک بکنید. خب دیلی رو چک بکنید ببینید مارکت به کدوم سمت میره. الان من اینجایی که بچه ها ببینید این GLD، ولی نگاه کردی که دقیق نقشش مثل XAUSD. بریم یه سر XAUSD. حالا اینو USD اگه بتونم اینو اینجا اضافه کنم که XAUUSD، خب نگاه کنید مونی میزنه. توجه شدید؟ این اومد رو اون، یعنی اصلا یک رگ مونی میزنه. خب شما الان ما اینجاییم، گفتیم اینجا یا مثل فلگ داریم میزنه، یا میره بالا یا میره پایین. فرض کنیم این بخواد بیاد پایین، این بخواد بیاد پایین، دو تا اینجا قله داره، مخصوصا این یکی که همینجا الان گیر کرده. نگاه کنید همینجا الان نتونسته اینو بشکنه، گیر کرده. و بعدی اینو داریم. خب اینو داریم و اگه اینو بشکنه بچه‌ها، پس ما میتونیم بگیم که چی؟ که این دیگه طلا هنوز ریزشیه. اگه شما طلا دارید، طلا خریدی، اینو میخوام بگم خیلی مهمه. شما الان طلا خریدید، حالا فیزیکی تو ایرانی، تو خارج از کشور، آنلاین، فیزیکی، هرچی هست، فرقی نمیکنه. شما وقتی که این به اینجا رسید، اینو که شکست، خب فرض کنید شما اینجا خریدی، اصلا اینجا خریدی، خب هولدش کن، نگهش دار، نگران نباش. الان رسیده به اینجا، اینم داره میشکنه میاد پایین. الان اومدیم چی گفتیم بهتون؟ گفتیم مثال زدیم، گفتیم همه چی رو تورم اومده اینجا. قیمت سیب مثلا میری میخری شده $10، یعنی قیمت همه چی adjust شده، adjusted تو مثلا این قیمتی که اینجاست. یعنی adjusted چی میگن بهش؟ یعنی تنظیم شده قیمت بازار. مثلا شما همین مثالایی که زوم زدم که گفتم که مثلا میری یه چیزی میخری، الان 2 برابر شده همین توی کانادا یا توی آمریکا، به خاطر همین این قیمت رو اون اجاست شده. خب من الان یه سوال ازت میپرسم. فرض کنید این الان از اینجا میاد پایین تر قیمت طلا. خب قیمت های بازار، اجناس رو اجناس خوراکی روی اون قیمت ها اجاست شدن، یعنی تنظیم شده. این اومده بالا چون این تورم رفته، این اونم رفته بالا. من الان یه سوالی ازتون میپرسم. تو کل تاریخ، اصلا فرض کنید اومد پایین، الان تو کل تاریخ داشتیم مثلا شما بری بازار، تمام دنیا مخصوصا آمریکا و کانادا و اروپا، یه چیزی 2 برابر شده بعد بیارنش پایین بشه، ببخشید الان شده نصف، رفت $10 مثلا همون سیب و همون تخم مرغ الان میدیم $4. غیر ممکنه. یه چیزی که رفت بالا دیگه نمیاد پایین. مواد غذایی اینا، حالا من چیزای دیگه مثلا الکترونیک و اینا رو نمیگم، من مواد غذایی رو میگم.
دلیلش هم اینه که این قیمت هایی که میاد پایین در اصل فقط دارن بازار رو چنج میکنن و جنبه اقتصادی نداره، بر اساس اقتصاد بازار نمیره و به این موقتی میارن پایین فقط یه سودی بکنن، این مؤسسه بعدش دوباره میره بالا. و شما اینو بهتون دارم میگم، این اگه اینو دوباره شکست بچه‌ها، این قله اینو اینجا رو اگه شکست، ببینید چه ترازی داره به اینجا نگاه کنید. این یه بار اومده اینجا نتونسته بشکنتش، نگاه کنید یه بار اومده اینجا نتونسته. اگه احیانا این اومد اینو شکست، خب چیکار کنیم؟ صبر میکنید که کامل کندل زیر این بسته شه. خب شکستن این نیست فقط این برگرده، ببینید الان اینجا اومده برگشته بالا، دوباره پول بک زده رفته بالا. خب شکستن به این میگن مثلا تو تایم فریم 1 ساعت و یا هفتگی مثلا این بیاد زیر این در واقع کندل ببنده، کندل رو ببنده. بعد این موقع چیکار میکنین؟ شما دوباره وای میسید که این دوباره بیاد پایین، چون میاد پایین، یه دوباره پول بک میره بالا، دوباره میاد پایین، چون اومده اینو زده. اینو وقتی اینو زده یعنی میاد پایین. پس چی شد؟ میاد اینو میزنه، ممکنه یه ذره دیگه بره بالا دوباره، ولی کلا ریزش بکنه. خب شما باید خیلی خوشحال باشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام قیمت‌های بیرون بازار و تورم رو اون قیمت اینجا بوده، همه اومده اینجا و شما دارید طلا رو اینجا میبینید و شما باید چیکار کنی؟ باید بری بخری. این میاد پایین، شما برو بخر. این میاد پایین، شما برو بخر و نگهش دار. بعد میبینی کی سود میکنه و کی ضرر میکنه. نگهش دار. ترید بچه‌ها ببینید، دیلی ترید نکنید. دیلی ترید یعنی ترید روزانه 100% شما به نتیجه نمیرسید. یا مثلا اونایی که ربات استفاده میکنن، ببین بچه‌ها این حرف من نیست، الان من چند سال تجربه دارم کاری ندارم، من اینو دارم بهتون میگم. این ویدیو اونایی که نفرات اول مارکت دنیا رو براتون میذارم، ازشون میپرسن توی یوتیوب، حدود 3-4 میلیون هم ویو داره. میگه مثلا شما اعتقاد به دیلی ترید داری؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما تو تریدر روزانه فقط بروکرها رو ثروتمند میکنید و شما در نهایت پولتون رو دست میدید. خب الان بگذریم از این حرفا، حالا چون به هر حال این برای من خودم تجربه شده. ما حالا هر چی بگیم اونایی که تازه کارن رو هنوز در واقع داغن و اینا متوجه نمیشن چی میگم. خب 4 تا اینستاگرام میبینن، 4 تا دروغ میبینن، فکر میکنن مثلا اینجوری همه دارن سود میکنن و فلان اینا، حالا جوگیر میشن. به هر حال من اینو دارم بهتون میگم. خب بچه‌ها این اگه اینجوری شد، شما میاد چیکار میکنید؟ میاد باز هم طلا میخرید، دوباره سهام میخرید و نگه میدارید. حالا اگه تو ایران هستی میتونید فیزیکی بخرید، توی خارج از کشور میتونی جیلدی بخری، میتونی اگه مثلا تو کشور مثلا آلمان هستی یا نمیدونم ژاپنی، اون تو کشور خودتون میتونید نگاه کنید، سرچ بکنید ببینید ETF گلد کدومه، اونو برید بخرید. و اگه نبود همون جیلدی بخرید، خب مشکلی نداره. تو کشورهایی که اروپا و اینا هستین میتونن سهام آمریکا رو بخرن یا ETF شون. خب ببینید من الان میخوام اینو بهتون میگم، خیلی مهمه. آقا مثلا دی تریدینگ نکنیم، پس چجوری؟ ببینید دی تریدینگ شما دارید پریدکشن میکنید بچه‌ها، متوجه؟ دی ترید یعنی چی؟ یعنی تو میای پریدکشن میکنی. بذار من اینو عوض کنم. خب یعنی شما میای مثلا پریدکشن میکنی، میگه آقا من مثلا میگم اینجا بازار میریزه یا میره بالا. این چون میریزه، من چون حد زدم پریدکشن کردم این میاد پایین، به این دلیل و به این اندیکاتور و به این فلان و به این بسال. خب 100% ممکنه این یه دونه پوزیشن 10 تا پوزیشنش، ولی بعد از 10می 11میش کل اون سودی هم کردی میریزه. چرا؟ چون پریدکشن نکن، یعنی تحلیل نکن. هیچ تحلیلی توی بازار موقتی جواب میده ولی در دراز مدت جواب نمیده. دراز مدت همون هولدینگ نگه داری که بره بالا، یه سهامی یا هر چیز نگه داری بره بالا که وارد این چارچوب اینا نشی، پردیکشن نکنی. خب بعد حالا یه سوال میتونیم مثلا شما چرا
توی کانالتون ربات چیز میکنید و فلان. ببینید ما ربات‌های خیلی زیادی داشتیم و تجربه هم که داریم، ما حدود 15 سال داریم کار میکنیم. رباتایی که وجود داره تو بازار همشون پردیکشن میکنه، مثلا بر اساس تست بک تست میگیره یا هر چی. به خاطر همینه شما یه رباتی که میبینی یه سال کار میکنه، 5 ماه کار میکنه، بعد دیگه بعدن میفته به تق و توق، دیگه نمیتونه کار بکنه، چون الگوریتم دیگه کار نمیکنه، استراتژی دیگه کار نمیکنه، از کار میفته. و این یکی از بی‌خاصیت بودن پردیکشن روی مارکت. اصلا نباید پردیکشن بکنی، یعنی نباید اصلا تحلیل کنی بگی این اومد پایین من 100 تا ترید زدم فلان، اصلا غیر ممکنه. یا شما 50 تا ترید هم بزنی تهش چی میشه؟ 51 دفعه دیدی کلا صفر شدی. ته قضیه مهمه. ته قضیه چی میشه؟ ته قضیه شما واسه سرمایه‌گذاری مثلا اگه توی یک سال مثلا بگی آقا من بین 20 تا مثلا 50% میخوام سود بکنم، خب توی یک سال. بعد تو سال بعدی این 50% دوباره کامپاوند بشه، تصاعدی بشه، بخواد بره بالا که شما به ثمرات یکی دو سه سال بتونید یک حرکتی باش بزنید. خونه میخوای بخری، بعدش بکشی بیرون دپوزیت تو و هر کاری هر حرکتی که میخوای بزنی، بیزنس میخوای بزنی. و ما الان دیگه کل اون ربات هایی که به صورت پردیکشن بود گذاشتیم کنار، چون ربات مثلا ما بودیم خیلی ربات های قوی، یک سال میرفت، 2 سال میرفت، بعد اصلا ترید کمتر میزد دیگه، مثلا استراتژی عوض میشد، مارکت عوض میشد، دیگه کمتر ترید میزد، یا ترید نمیزد یا کمتر میزد، یا مثلا یواش یواش داشت ضرر میزد دیگه. ما سری مثلا میدونستیم و جمعش میکردیم، میگفتیم که دیگه اینجوری. و خیلی عادیه، خیلی عادیه. ولی بچه‌ها اینو میخوام بهتون بگم، ما الان رباتی که استفاده بکنیم، حالا این قضیه ترید و هولدینگ این یه چیزی دیگه است، و قضیه دی تریدینگ اگه میخوای بکنید و میخواید یک بخشی از مثلا اگه $100,000 $50,000 دارید، مثلا 40,000 شو گذاشتید دارید ترید میکنید، هولدینگ میکنید، اینا نگه میدارید، همین داستانی که الان بهتون گفتم، ممکنه $10,000 هم بخواید بریزید توی یک رباتی که پردیکشن نمیکنه، میدونه بازار کجا میره، که ما اون ربات رو داریم الان استفاده میکنیم. میدونه بازار کجا داره میره، پردیکشن نمیکنه. یعنی شما هر جا پردیکشن بکنی میبازی، تهش تشخیص بدی آقا من رفتم اینو رسم کردم 15 تا اندیکاتور، هم چرت و پرت، همه رو بندازید کرا، چون ما 15 ساله از اینا استفاده داریم میکنیم، از این چیزا و اندیکاتور و فلان و نگاه کنید. 2 میلیون اینجا شما اگه بزنی اندیکاتور بزن، هر چی میخوای برات بیاره. خب به نظر چیزی که همینجوری در دسترس همه است چه ارزشی داره؟ من همین یه سوال ازتون میپرسم. انگار مثل یک تیکه سنگی میمونه که تو بیابون ریخته. چه فرقی داره؟ اصلا هیچ فرقی نداره، چون شما هر اندیکاتور الان نگاه کن، مثلا RSI بیا، خب یه الان میاد پشت داستان رو برات میاد تحلیل میکنه، از اینجا به بعدش رو اصلا نمیتونه حتی بگه چه خبره. به خاطر همینه شما وقتی که یک رباتی رو استفاده میکنید، این میاد مثلا میگه این اگر رفت اینجا بای بزن، این اگر رفت اونجا سل بزن. ولی اون رباتی که ما داریم نیم خودکار هستش و تمام خودکار نیست، به خاطر اینکه در لحظه نهایی ما خودمونم باید چکش بکنیم. و به هر حال به این چیز رسیدیم که ربات نباید اصلا خودکار باشه. حالا شما میبینی آقا مثلا یه سری وبسایت ها میاد میگه آقا من هوش مصنوعی استفاده کردم و فلان استفاده کردم. و یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، هوش مصنوعی توی مارکت به هیچ عنوان هیچی خوب نیست، اصلا ضرر هم داره. هوش مصنوعی مثلا شما میاد تسلا میاره میذاره روی ماشینش، روی جاده داره کار میکنه، جاده‌ای که ثابته و 1000 بار روی اون آموزش دیده اون ماشین و اون هوش مصنوعی یاد گرفته. اینجا کجاش ثابته؟ هر ثانیه یه جوری میشه و هیچ الگوریتمی هم نداره، هیچ ریتم خاصی هم نداره. پس اگر هوش مصنوعی اینجوری کار میکرد و اونقدر پول در می آورد رو این،
الان کمپانی مثل چت جی پی تی و جمنای اینا اصلا نمی اومدن بیان در اختیار ما بذارن ما بریم اینجوری استفاده کنیم. می اومدن اینجا راحت مثلا پردیکشن یا همون تشخیص میداد این میره بالا این میره، میشدن تلریورده رو دیگه نیاز به سردردم نداشتن بیان از اون بر سرور اجازه کنن، سرورهای انویدیا اجاره کنن و فلان بکنن و رقابت بکنن و ایمپلویمنت هایر بکنن و استخدام بکنن. ماهی بعضیاشون ماهی $500,000 رو بزنید براتون میان و اوایل مثلا ماهی بعضی از مهندساشون حالا تک توک ماهی $500,000 حقوقشون بود. خب بعد نمیدونم اینا رو دیگه احتیاج نداشتن، می اومدن اینجا قشنگ میذاشتن یواشکی، اصلا نمیگفتن ما یه چیزی به اسم چت جی پی تی داریم. می اومدن اینجا چیکار میکنن؟ ترید میشدن میلیاردر. اینا رو اصلا گوش نکنید اگه میبینید هوش مصنوعی فقط به درد این میخوره. اینا هم قبلا من تو وایس ها گفتیم تو کانالمون. مثلا شما میاد باهاش یه دیتای زیادی میدید، یک دیتای زیادی میدید بهش، میگید آقا من خودم وقت نمیکنم، حوصله ندارم، وقت نمیکنم، اینو برام مرتب بکن این دیتا رو، یا اینو برام مثلا اون جایش که مثلا خالیه یا مثلا اعدادش کلیر نیست، مشخص نیست و اینا رو فیلتر کن وردار اصلا. این به درد اون میخوره گوش من، نه اینکه بیاد برای تو اینجا چیزی که اصلا مشخص نیست، اونی که به اسم مارکت اصلا معلوم نیست چه الگوریتم چه ریتمی داره رو بیا برای من تو تشخیص بده. گفتم الان مثال تسلا رو دادم و جاده یه چیزی مشخصه، کدوم جاده هر یک ثانیه عوض میشه. مثلا بعد از کیلومتر فرض کنیم از تهران شما میرید برای شمال، توی جاده که میرید مگه هر بار این جاده پیچ و خمش عوض میشه؟ نمیشه، چیز ثابتیه. خب ممکنه 1000 بار مثلا جاده رو تعمیر بکنه ولی جاده که عوض نمیشه، جاده همونه. اگرم بشه مثلا اصلا بگیم 1% هم یه قسمت رو میخوان از این ور تونل کوب بردارن، چیز خیلی غیر طبیعی مثل مارکت نیست. یک ثانیه میاد پایین، یکی یه مؤسسه میزنه 2 میلیارد خرید میکنه، اون یکی میزنه 6 میلیارد میفروشه، این میاد اینجوری میکنه، یه خبر میاد فلان میشه به سال میشه. کدومش قابل پیش بینیه؟ هیچ کدومش. گفتم الان ما به اون رباتی که داریم استفاده میکنیم پردیکشن نمیکنه، میدونه که کجا میره و خیلی دیرم ترید میزنه. مثلا ممکنه ما 1-2 تا ترید بزنه ولی خب قطعا خیلی خیلی بهتر از اینه که هر ثانیه بره توی ترید و از اون ور بره بروکرها رو پولدار بکنه و خودش هم کال مارجین بشه و لیکوید بشه. خب بچه‌ها پس اینم از این. من اومدم توی این ویدیو مفید، نه اومدم اینجا ویو بگیرم، نه اومدم اینجا برای 4 تا ویو یوتیوب به قول معروف چیز کنم و آب و تاب بدم و نه، این اومدم اینجا بهتون نشون میدم واقعا چجوری روی گلد ترید بکنید. و اگرم خواستید ربات استفاده بکنید، ربات هم میتونه مثلا یک مقدار قابل کمی، مخصوصا بچه‌ای که تو خارجن اینو دقیق دیگه میدونن. بچه‌ای که توی خارج هستن واقعا ببینید بچه‌ها، توی خارج از کشور شما $1، €1، £1 بخواید در بیارید زج میکشی، به اون راحتی نیست. متوجهید؟ به اون راحتی نیست. این چیزایی که میبینید تو اینستا و آب و تاب میدن و اینا رو ول کنید، تا خودتون نری زندگی کنید نمیفهمید. اگه اون عزیزانی که تو خارج توی ایران هستن راحت نیست. نمیگم همه برای همه یا فلان، من نمیخوام مثال بزنم، ولی راحت نیست. این راحت نبودنم برای همه اینجوریه، چون به شدت رقابت وجود داره. مثلا شما میرید یه کمپانی به اسم مثلا الان نگاه کن همینجا چیزش هست والمارت، خب یا مثلا کاسکو، یا مثلا نگاه کنید این اپل، این تسلا، ببینید چقدر این کمپانی های بزرگ رقابتن، رقیب همه هن. و این شما الان از یک سوپرمارکت گرفته
تا حساب کن ماشین هزاران تا رقیب هستن. اینا رقیبی همدیگه هم هستن. بعد توی مثلا کانادا شما وقتی که میری بیزینس کوچیک میزنید، بیزینس مثلا میرید یک خاربار فروشی میزنید، خب یک بهش میگن convenience store، یک خاربار کوچیک میخوای بزنی، هلوش بین 100 بستگی به جا و مکان اینا رو داره، بین 100 تا 150 هزار هزینه داره که میتونی الان سرچ بکنید چیز کنم. و این convenience store در واقع شما میتونید برید اینو یا خودتون از اول یه جایی رو بگیرید یا برید اونایی که دارن میفروشن، بهش میگن turnkey business، یعنی کلید رو بهت میده میری تو، ولی پراپرتی مالتون نیست، ملک مالتون نیست، شما باید مال حداقل 5000 تا 10000 دلار اجاره بدید، حالا بستگی به در واقع اون منطقه‌ای که میخواید بگیرید. ولی دوستان من اینو میخوام بهتون بگم که اون شخص که در واقع این استور رو این همین مغازه رو گرفته 99% احتمال ورشکستگی داره. چرا؟ الان بهتون میگم چرا. دقیق همین چیزی که بهتون گفتم الان، گفتم رقابت یا کامپیتیشن وقتی که هست، الان شما اینجا رو نگاه کنید، من اگه اینجا والمارت رو بزنم، ایناش دیگه زیاد من دور نریم دیگه، اینا استاکس مارکتش، من بیارم براتون ایناش. خب البته این نیست، اینه. ببینید این یک کمپانی بزرگه، اگه سرچ بکنید همه میدونن دیگه، والمارت مثل مکدونالد و فلان، این یه فروشگاه بزرگ، الان یه دونه است. کاسکو داریم، نمیدونم هزار تا دیگه هست. خب بچه‌ها، و وقتی که اینا هستن، وقتی که شما میری یه چیزی اینجا میخری تا یک ماه میتونی بری تعویض بکنی و استوری که شما زدید کلا 100,000 و در برابر قدرت این کمپانیا، به نظر شما با شانس این که اصلا بخوای درآمد داشته باشی چقدر؟ من از شما میپرسم. اصلا نمیدونم، واقعا شما خودتون باید باشید متوجه بشید. الان شما توی ایران ممکنه بری سر کوچه یه دونه مغازه بزنی، لباس فروشی یا هرچی، خب خیلی شانس موفقیت بیشتره تا این که شما بیاید توی خارج از کشور بزنی، مثل اروپا و کانادا و آمریکا، اونقدر رقیب داره. اصلا این خود والمارت این فروشگاه خاربار فروشیه، ولی نصفش اصلا کرده لباس فروشی، نصفش لباسه. اصلا شما میگم یه سرچ ساده تو گوگل بزنید میاد، اصلا این حرفای من که میزنم اصلا باور نکنید. یه سرچ ساده بکنید نگاه کنید ببینید چجوری میگه. اصلا شما از پرفیوم گرفته، یعنی همون عطری که استفاده میکنی، نمیدونم رژ لبی برای خانمایی که استفاده میکنن، نمیدونم از میوه، تره بار، همه چی رو آورده اونجا گذاشته. حتی مکدونالد توی بعضی شعبه‌اش مکدونالد است. متوجهید؟ پس شانس این که شما میری یه کانوینینس استور، یه دونه مثلا سوپرمارکت بزنید 1/100، یعنی 99% برشکستی. یا برشکست هم نباشی، اون پولی که ریختی 150 هزار دلار، اون درآمدی که داری رو قابل توجه نیست، یعنی در واقع داری ضرر میکنی. حتی اگه در حقیقت ضرر نکنی، مثلا 5000 دلار داری می اجاره، 4000 3000 دلار درآمد داری، شما با 150 هزار دلار چقدر درآمد داری؟ 3 تا 4000 دلار درآمد داری. خب 3 تا 4000 دلار، اصلا بگیم 4000 دلار هم، خب البته خرج در رفته و مالی در رفته ممکنه همون 3000 دلار هم بمونه. خب شما 3000 دلار در برابر 150 هزار دلار هزینه کردید، وقتتون خودتون 24 ساعت اونجا رو مارکتید تلف میکنید. شما همون 3000 دلار رو برید توی والمارت کار بکنید، به عنوان یک کارگر، یک کارمند، ماهیانه حداقل بین 2500 تا 3500 کار میکنی، حقوق بهتون میدن. ساعت 18 دلار توی کانادا. تو آمریکا هم هولوش فکر کنم 13 14 دلاره. خب
پس چی شد؟ از این واضح‌تر نیست دیگه. من از این واضح‌تر نمیتونم بهتون بگم و اون حقایقی وجود داره. پس اگه شما دارید یک در واقع بیزینسی رو میزنید و توی ایران هست و خب به هر حال یک رستورانی رو دارید میزنید، یک نمیدونم چیزی، شرایط بیرون هم اینجوریه. فکر نکنید که اینجا چون همه چی هست، نه، همه چی هست درسته و پر از رقابت هم هست. به خاطر همینه که شما الان میبینید هر کی که اکثرا که میان خارج از کشور، چون میدونم واقعا درآمد سخت اینا، میان مثلا حالا بلاگر میشن، یعنی میدونم یا مثلا از طریق کانال فیسبوکش میاد بلاگر میشه یا توی اینستاگرام چیز میشه، بلکه از اون طریق هم یک درآمدی داشته باشه. وقتی که فالووراش رفت بالا و میبینید دیگه خیلی زیاد شده دیگه. الان من نمیخوام چیز کنم، توضیح نه. و این پازلا رو شما وقتی که کنار هم میذارید و میبینید که چی دروغه و چی واقعیته. و بهتونم گفتم که چجوری خرید کنید و نکنید. و اینم الان SPX 500 هم یک توضیح بهتون بدم که اینو چجوری چیز کنید. ببینید روی گلد وقتی ترید میکنید همیشه این 500 شرکت آمریکایی رو هم نگاه بکنید بچه. الان نگاه کنید این جامپی که این الان، پرشی که این الان اینجا کرده و این کل این قیمت ها خیلی وحشتناک ریسکیه. یعنی من اینجا باشم به هیچ بچه ها اگه SP 500 دارید رو بفروشید. به نظر من، یعنی نظر من اینه که من خودم اگه داشتم، من که الان ندارم ولی اگه داشتم میفروختم. چون نگاه کنید این جامپ خیلی بالاست، این اووربات، اصلا اون قدر که شما فکر کنید این کمپانی ها اونقدر سهامشون ارزش نداره. این یه حبابه، حالا اووربات میشه حباب معنیش. و این اگرم هیچ سهامی ندارید میتونید رو SP 500 با تحلیل سل بزنید. من خودم گفتم روی گلد سل نزنید، ولی اینجا رو مثلا میتونید میگم با تحلیل، با بک تست، با تحلیل استراتژی رو در بیارید، تایم فریم های پایینتر رو چیز بکنید و میتونید سل بزنید یا نگه دارید پولتون رو تا این یک کرش داون میکنه، تا این دوباره یه ذره میاد پایین، حداقل به یه قیمت واقعی برسه. به یه چیز ببینید این جامپی که کرده، اصلا شما نگاه کنید اینجا رو، از این کراشی که اومده پایین نگاه کنید، 4000 رو اینجا نگاه کنید 4800 بوده. این چجوری یه دفعه داره میشه دو برابر، میشه 8000، نزدیک 8000، 7000 میشه 8000. مگه میشه اینجور چیزی؟ تازه این اصلا باید به نظر من این باید اصلا میومد پایین تر. چرا؟ الان بهتون میگم چرا. ببینید وقتی که میرید توی بازار، وقتی که میرید ایمپلویمنت ریت رو میبینید، وقتی که میرید بازار آمریکا رو میبینید این واقعا این حباب اینجوری نیست. مخصوصا این که این کمپانی بزرگ مثل فیسبوک و گوگل و اینا هر ماه اینا حداقل 1000 تا دیگه رو شاخشون تعدیل میکنن. چرا؟ به خاطر همین هوش مصنوعی. یعنی کلا داره اکثر شغلا رو میگیره و این کمپانی خودشون هم درآمدشون کمه. اینجوری نیست چون این this is the cycle، یعنی این یک سایکل هست. اینجوری نیست که من درآمد نداشته باشم، شما درآمد نداشته باشی، 10 نفر دیگه نداشته باشه، ولی مثلا گوگل هر روز بتونه بفروشه. با چی میفروشه؟ وقتی هیچ کی اونور همه کارشون رو از دست دادن. مثلا شما فرض کنید اصلا آمازون هم هستی، اصلا کمپانی آمازون، جف بزوسی هستن. خب وقتی از اون بر همه 1000 نفر و 2000 نفر هر روز و هر ماه دارن تعدیل میشن، اصلا کی پول داره بره مثلا پروداکت بخره؟ پس یعنی چی؟ یعنی این SP 500 باید بیاد پایین. من این تعجب میکنم رفته بالا. من قطعا میدونم که این اون قیمت واقعی این نیست و من الان اگه بودم حتما روی تحلیل یک استراتژی خاص خودم میومدم سل میزدم، سری میبندم، سل مثلا سل های کوچیکا. سل وقتی که میزنید نه اینکه سل بزنید و بلش کنید که مثلا نه. ببینید الان مثلا اینجا رو نگاه کنید، مثلا یه
چند پی پی که صبح میزنی تا ساعت 4 بتونی ببندی، یعنی ساعت 9 باز میشه مارکت تا ساعت 4 بتونی ببندیش، نه اینکه بذاری ساعت 4:30 بیا یادم رفت بعد این مثلا گفتم تی پی استاپ لاس و تیک پروفیت نداره اگه مستقیم روی بانک ها ترید بکنید. مثلا اگه روی اینتراکتیو بروکر یا اون بروکرهای دیگه که مال آمریکا کانادا هستن میتونی، اونا دارن، ولی اونا هم دارن از چه طرفی استفاده میکنن، چون استاکس مارکت کلا تی پی و اسل نداره، استاپ لاس نداره، میان برای ما مثلا تیک پروفیت استاپ لاس میذارن برای کاربراشون، ولی از اون ور چجوری اعمال میشه الان بهتون میگم. مثلا این از این ور سیل زدین، خب بعد میاد از اینجا که تی پی تون رو گذاشتی، از اینجا دقیقاً بای میزنه براتون. این عمل رو در پشت صحنه انجام میده، ولی شما فقط دو کلیک میگی این استاپ لاس همه، این تیک پروفیت همه، و میاد کار رو ایزی میکنه، راحت میکنه برای شما که بتونید که راحت تر ترید بزنید. ولی الان شما اگه مستقیم به روی خود بانک ها ترید بزنید با موجودیتون، اصلا اینجوری نیست، اصلا نداره. یعنی شما اینجا مثلا اگه سل میزنید، خب میخوای از اینجا تی پی تون اینجا باشه، باید اومد اینجا رسید به اینجا بری اون پوزیشن رو ببندی، بیا اینجا چی کار کنی، بیای یه بای بگیری، دقیق با همون بای گرفتنه خب اون پوزیشن هم اعمال میشه، یعنی اون یکی بسته میشه. اینجور حالتی داره و بیشتر باید سعی بکنید مثلا تحلیلاتون اینجوری باشه ساعت 9 که بازار نیویورک باز میشه، بازار ایسترن تایم، شما بیاید تا ساعت 4 ببندید. توی اون روز دیگه باید استراتژی ببندی، حتی اگرم شد منفی ببندیش، نه اینکه بذاری بره فردا. چون ببینید گفتم تا ساعت 4 و شما دسترسی ندارید که این پوزیشن رو ببندید، بچه‌ها دسترسی ندارید و این خودش اصلا یک نوع منیپولیشن یعنی سوء استفاده است. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی قیمت مثلا این اسپی 500 داره میره بالا، شما ساعت 4:30 شما اینجایی پوزیشنتون نبستی، سیل زدی، خب شد ساعت 4:30 دسترسی نداری، نمیتونی ببندی دیگه. خب فردا میای میبینی 10,000 پیپ رفت بالا. خب این الان شما نصف شب دسترسی نداشتی که اینو ببندی، به این چجوری رفته بالا؟ یعنی چی؟ یعنی شما نصف شب ساعت مثلا 12 شده، ساعت 11 شده، این 1000 پیپ بالا پایین رفته، شما دسترسی نداشتی ببندی اینو. با این منیپولیشن دیگه، این یک نوع سوء استفاده است در واقع تو مارکت. در صورتی مارکت باید 24 ساعت باشه، یا اگه 24 ساعت نباشه، مثلا شما وقتی که اینجا بسته میشه تا روز بعد باید همونجا باشه، وقتی که شروع میکنه همون قیمت باشه، که اصلا اینطوری نیست تو هیچ مارکتی، نه نفت نه طلا نه هیچی. شب میخوابی صبح میبینی 1000 پیپ را، این کی اینو جابجا میکنه اصلا؟ و این خود میگن این منیپولیشنه. و به هر حال چون به هر حال سیشن مثلا نیویورک داره تموم میشه، میفته رو سیشن مثلا استرالیا یا سیشن های دیگه، اونا حالا مؤسسه دیگه اون کار میکنن یا ولی مهم اینه که دسترسی نداری. حالا شاید استرالیا هم زندگی میکنه، خب اونجا هم همینطوره، وقتی که تایم فریم داره، وقتی که میفته به تایم نیویورک دیگه بازار شما اونجا بسته است، شما دسترسی نداری. و این نیویورک یا لندن مثلا سیشن لندن داره تصمیم میگیره و این خیلی کارو سخت میکنه و شما نمیتونید روی سیل نگه دارید پوزیشن رو، همون روز باید قبل از اینکه ساعت 4 یه جوری که چیزی ببندیدش. توجه دیگه از این ایزی تر راحت تر میبینیم کجا بهتون بگم. بعد الان میگن آقا بیا برام استراتژی بگو. خب استراتژی خیلی زیاده، ولی استراتژی که عزیز من پابلیک بشه، من الان بیام بگم اینجوری کن بزن، این دیگه استراتژی نیست. همین از اون استفاده میکنم نمیشه استراتژی باید یونیک و مال خودت، فقط خودت بدونی چیکار میکنی. ولی به صورت کلی این و هر وقت که ترید میکنی تایم فریم ما از ویکلی خیلی راحت، زیاد مارکت رو پیچیده نگیرید. زیاد پیچیده بگیری خراب میکنی همیشه. از مارکت ویکلی مثلا تایم فریمش بیایید مثلا اینجا نگاه کنید. اگه شما اینجا مثلا سل بزنید، دقت بکنید که
سل هایی هم که میزنید اینو رد نکنه، یعنی این اینجا نباشه، مثلا این قیمت اینجا نباشه شما بیا اینجا سل بزنی. زمانی شما اینجا باید بری سل بزنی که این اول اینو پس کرده باشه، یک کندل زیر این زده باشه، بعد پول بکش هم زده باشه بالا، یه بالا میکشه که اون استاپ لاس ها رو جمع بکنه، بعد اون موقع شما میتونید دوباره سل بزنید که بیاد پایین. توجه شدید؟ پس خیلی راحت، یعنی اکثر شما باید این مقاومت ها و این حمایت ها و اینا رو یا همون قله ها و دره ها رو توجه بکنید. بعد میره تایم فریم های کوچیک، مثلا این الان ما یک چشم اندازی رو نشونتون دادیم که ببینیم آقا مارکت نگاه کنید، اصلا قله اورست هم اینجوری صعود نکرده. مگه اینجور چیزی میشه؟ از اون ور کمپانیا 1000 تا و 10,000 تا تعدیل میکنن، از این ور قیمت میره بالا. اینجور چیزی من ندیدم تا حالا. یعنی این قیمت اون 500 شرکت چیز واقعا ارزش اون چیز سهام نیست، من چیزی که دارم میبینم. پس کلا من باشم سل میزنم، یا نمیخرم، کش نگه میدارم فعلا که بیاد پایین روی قیمت اجاز بشه، یه روی قیمتی که رنج بزنه و ثابت بشه و بعد من میام مارکت های دیگه نگاه میکنم ببینم چی به چیه. نه اینکه این رفته اینجا بعد یارو میاد من جا موندم، این شد 7500 بذار برم بخرم. دقیقاً همون جایی که میخری میاد پایین تا 10 سال دیگه نمیره بالا. خب مثلا ببین اینجا رو نگاه کنید، اینجا چقدر رفت بالا، نگاه کنید اینجا چقدر از اینجا تا اینجا، اینجا نگاه کنید. مثلا مگه من اینجا نگاه کنید چقدر رفته بالا. خب 108%. خب دقیقا این مثل اینجاست دیگه، اینم الان اینجور حالتی رفته بالا اینجا. خب و بیای از اینجا بیاید بخرید، یعنی یک حماقت خیلی اشتباهیه. من نمی‌کنم، پولمو در واقع نگه میدارم و اینم همینطور. نگاه کنید الان نگاه کنید اینجا رو بچه‌ها. خب این تا اینجا چقدر؟ 110 است، اصلا بگین کلا 100% رفته بالا. بعد من وای میسم اینجا این بیاد پایین، این بیالان وقتی که این اومده پایین نگاه کنید رنج میزنه. این قیمت های اصلی اینه قیمت اون 500 شرکتی که نمیدونم SP 500 بهش میگن که این هی رنج میزنه. یادتون بمونه این ویکلی ها، این الان این کندل ها هر کدومش یک هفته است و این خیلی هم زیاده، فکر نکنید که یکی دو روزه. و اینجا وقتی که رنج میزنه و اینجا رنج میزنه بعد میگم اوکی خب این الان اومده یه ریزش کرده و این داره رنج هم میزنه و تمامی قیمت ها بر اساس طلا و فلان و بسال و بازار و تورم اجاز شده و میانگین شده و بعد من میرم میخرم. مثلا میام اینجا میخرم، نگهش میدارم، هولد میکنم، نگهش میدارم. کلا بچه‌ها برای بای همیشه سعی کنید نگهش دارید تا زمانی که دیگه میبینید که مثلا دوباره یک جامپ خیلی اوکی کرده، 20% 30%، حالا هر چقدر که هست، بعد میتونید برید بفروشید یا برید توی سهام‌های دیگه. خیلی نمیخوام ویدیو رو طولانی کنم، اوردی طولانی شد. حالا انشالله اون دوستانی که تو ایرانن که فکر نکنم بتونن چون فعلا که دسترسی ندارن، ولی حالا شما دوستان عزیزی که خارج از کشور هستید حتما اینا نکاتون رعایت بکنید، به هیچ عنوان درگیر نشید بگید یکی میاد میگه مکدی وصل کن، یکی میاد میگه نمیدونم. اینا رو میتونید مثلا مکدی رو مثلا داری وصل میکنی روی دایورجنس و این چیزا، اینا رو میتونید وقتی که شما میرید پوزیشن سل میگیرید، شما همه تحلیل رو تو کردی روی ویکلی و روی دیلی تحلیلات رو کردی، خب میدونی بازار کدوم سمته، چیکار میخوای بکنی، اصلا پوزیشن سل یا بای. بعد اون لحظه آخر ساب میکنی، مثلا میتونی از یه دونه اندیکاتور، نه هزار تا اندیکاتور وقتی استفاده بکنی گیجت میکنه، اصلا نمیتونی پوزیشن بگیری. یه دونه اگه خواستی، حالا هر کدومش که شگردته یا مکتی یا راسی هشت کدومش هست، میاد اینو مثلا تو اون لحظه آخری که میری روی 15 دقیقه مثلا، که من خودم بیشتر رو 15 میرم وقتی که اون خرید نهایی رو میزنم، مثلا شما قرار سل بزنید، خب
مارکت هم اینجاست، مثلا قرار سل بزنید، بعد میاد این مکدی رو نصب میکنید، میگی خب من کی برم تو، فقط برای اینکه بگی کی برم تو شما میاد یه نگاه به این مکدیه میکنید، اونم نه این که 100% روی این فکر کنید، حالا کندلار هم باید چک بکنید، ولی اینم میتونید روی اینم مثلا چیز بکنید. حالا بعضیا روی RSI ان، بعضیا نمیدونم روی اندیکاتورهای دیگه هستن، اندیکاتور شخصی سازی شده اینا، این کارو بکنید. نه اینکه بیاید اینو بزنید بگید من این رفت بالا، این اومد اینو شکست و اینا همش بچا گفتم چی بهتون همین الان یک ساعت داریم حرف بزنیم. گفتم این پردیکشن یعنی چی؟ یعنی به هیچ عنوان توی مارکت جواب نمیده. پردیکت بکنی یعنی پیش بینی بکنی، چون این اومد اینو قطع کرد، خب این اومد این ور یه دونه این قطع کرد، خب این اومد پایین. 10,000 تای دیگهش اینجوری نیست. 10,000 تای بکتسی دیگه بری اینجوری نیست، یه دونه 10 تاش اینجوری بوده الان، ولی اون یه دونه که اینجوری نیست تمام پولتو نابود میکنه دیگه. این تجربه 15 سال دیگه میره برای 16-17 سال دیگه داریم بهتون میگیم. بخاطر همینه ما الان خودمون یا هولد میکنیم وقتی که یک سهامی چیزی میخریم، یا از رباتی که استفاده میکنیم، رباتی که پردیکت نمیکنه و میدونه که مثلا از الان تا یک دقیقه دیگه بازار کجا میره و میاد ترید میکنه. توجه هستید؟ پس دوستان عزیز این نکات رو در نظر بگیرید. ویدیو نگرفتیم زرق و برقش بکنیم بخوایم ویو بگیریم، اصلا کل کانال ما رو برید نگاه کنید. از 2018 که ما ویدیو گذاشتیم و چیز کردیم، یک دونش نیومدیم که آب و تاب بدیم که 4 تا ویو بگیریم که یارو بیاد بگه آقا مثلا من بیام از درآمدم از ویو باشه. شما وقتی که ترید درست حسابی بکنید منتظر نیستید که یوتیوب به شما یه ویو بده با مثلا 1,000,000 ویو که به شما بده چه میدونم $10 $20 چقدر به شما، من نمیدونم الان شما میگه اصلا $50 و 1,000,000 ویو که شوخی نیست واقعا که بخوای بگیری. حالا وارد این داستانا نمیشم. امیدوارم که خب اگه سوالی چیزی دارید بچه‌ها حتما من خیلی خیلی مشتاقم که بپرسید و حتما کمکتون میکنم. اینم بهتون بگم دوستان عزیز، اگر در خارج از کشور هستید فکر نکنید تورم وجود نداره. این مثالایی که زدم تورم خیلی شدیده و مخصوصا چندین سال بعد از کووید اینا خیلی شدیده تورم، و سعی کنید که پولتون رو سرمایه گذاری بکنید و یه بخشی از کارتون پولتون پول در بیاره. در غیر این صورت تا اگر مهندسید، جراحید، پزشکید، دندون پزشکی، هر شغلی داری، معلمی تو خارج از کشور، دیگه اینو به من نگو، من خودم دیگه پوستوت به قول معروف توی بافت پوستش میدونیم چی به چیه، فرقی نمیکنه و شما در جا میزنید. یعنی تنها راه این که میتونید پولتون براتون کار بکنه اینوستینگ هست. حالا نه فقط توی استاکس مارکت، میتونید توی چیزهای دیگه هم بتونید تبحر دارید کار بکنید و سعی بکنید زمانی که شما خواب هستید یا زمانی که شما کار نمی کنی فیزیکی، خب حالا گفتم از همون جراح دندون پزشک نمیدونم فلان و مغز و اعصاب گرفته تا معلم و راننده و ایناش، شما زمانی پولدار میشی که زمانی که کار نمی کنی یه چیزی اون براتون کار بکنه، مثلا اون سرمایه‌تون یا استاکس مارکت یا ربات یا هر چی هست. در غیر این صورت همون چیزی که الان هستید 50 سال دیگه هم همونید، فرقی نمیکنه، چون جسم ما، حرکت ما، سیستم ما فقط میتونه یک کار رو هندل بکنه و همون کار رو داریم ادامه میدیم. نمیتونیم مثلا یه کاری کنیم خودمونو ارتقا بدیم. مثلا من اگه رانندم همزمان 10 تا ماشین رو رانندگی کنم، خب میتونم 10 تا ماشین رو بخرم، اینوست بکنم و 10 تا راننده رو بگیرم روش کار بکنم، ولی نمیتونم خودم فیزیکلی بخوام روی همزمان 10 تا ماشین رانندگی بکنم. پس اینوستینگ خیلی مهمه. حالا من نمیگم فقط بیاد روی استاکس مارکت و اینا. امیدوارم که عزیزان این ویدیو به درتون خورده باشه. حتما کامنت بذارید، من خیلی خوشحال میشم که بتونم کمکتون بکنم اون تجربه‌ای که داشتم و دارم.